انجمن رهایی ایران. هدف آموزش نافرمانی مدنی و مبارزات بی‌خشونت از تجربه کشورهای دیگر به زبانی ساده و کوتاه. جمهوری اسلامی چگونه سقوط می‌کند؟ 1. تشکیل آلترناتیو. 2. عدم خرید نفت ایران توسط جامعه جهانی. 3. بستن حساب‌های سران رژیم. 4. اعتصابات و اعتراضات سراسری. تشکیل آلترناتیو چه فایده‌ای دارد؟ به مردم ایران تضمین می‌دهد که انقلاب شما به دست نااهلان نمی‌افتد و دزدیده نمی‌شود. به دنیا تضمین می‌دهد که معاملات شما به هم نخواهد خورد و بی‌ثباتی در منطقه پیش نمی‌آید. بعد از این تضمین دنیا پشت مردم می‌ایستد و تحریم‌های شدیدتری همچون تحریم نفت، بستن حساب‌های سران رژیم و غیره را به اجرا می‌گذارد. از اعتصابات و اعتراضات سازماندهی شده پشتیبانی می‌کند و در جامعه جهانی به نفع مردم لابی می‌کند. مشخصات آلترناتیو چیست؟ تعیین مخرج مشترک برای مخالفان، گردآوری گروه‌ها و احزاب و افراد، صدا و پشتیبان مردم داخل ایران، شفاف و شایسته سالار، تشکیل دولت موقت برای دوران گذار. چگونه و کجا آلترناتیو را تشکیل دهیم؟ با سازمانی همچون نهاد مردمی به دلیل اینکه مشخصات آلترناتیو را دارد. در خارج از ایران به دلایل مسائل امنیتی. اعتصابات و اعتراضات سراسری چگونه انجام می شود؟ اول باید آموزش نافرمانی مدنی و مبارزات بی‌خشونت را به مردم بدهید. نافرمانی‌های مدنی کوچک و بی‌خطر را تمرین کنید و هرچه زودتر آلترناتیو به وجود آورید تا اعتراضات و اعتصابات را سازماندهی کنید. با انجمن رهایی ایران تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات خود را ارسال نمایید. ایمیل aer.iran88@gmail.com. وبلاگ www.ariran88.wordpress.com. www.ar-iran.tk و در صفحه فیسبوک انجمن رهایی ایران.